بنده خدمت بینندگان عزیز و ارجمند و علاقمندان به فوتبال یه شروع طوفانی از پرسپولیس در همین ابتدای کار. در رفت و برگشت توپ رو میسپارن به ترابی، سروش رفیعی تو محوطه جریمه خود سروش میزنه و تبدیل به کرنری دیگر. پرسپولیس با توپ پر بازی رو آغاز کرده. اسدبیگی ببینیم میبینه امیری رو، بله خود وحید امیری میفرسته توپ رو به جلو، تبدیل به یه موقعیت. لوکادیا رو محاصره کردن و داره میپاد شرایط رو. ببینیم که چگونه میزنن. مستقیم ضربه رو میزنه، در چارچوب نیست، با اختلاف از اندک از کنار دروازه توپ به بیرون میره. ببینیم که کوتاه ترابی برمیگردونه به عقب. سعید صادقی توپش به مدافعین میخوره و تبدیل به کرنری دیگر میشه. این هم چهره مهدی عبدی و شیخ دیاباته و دیگر نفرات، وحدت حنانوف، دیگر نفرات. امید عالیشاه هم برگشته به روی نیمکت. ببینیم تصمیم داور چیست. ظاهراً به خاطر خطای هندش اعلام پنالتی کرده. حامد لک سابقه گرفتن پنالتی رو داره، هم مقابل پرسپولیس. بله اینجا بود که از دستش به نظر ببینید، بله رامتین سلیمانزاده استفاده کرد. خیلی هم اعتراضی نکردن به پنالتی که به دست اومد. حالا باید لوکادیا رو پنالتیشو مهار بکنه. حامد لک سابقه گرفتن پنالتی های مهمی رو داره، چه با پیراهن پرسپولیس چه مقابل پرسپولیس. ببینیم با این چه کار میکنه. لوکادیا میزنه خلاف جهت حرکت حامد لک و اولین گل بازی برای پرسپولیس. پرسپولیس 1 مصر رفسنجان 0. خلاف جهت حرکت لک هم زد حامد لک. حالا سروش رفیعی تکنیکشو به رخ میکشه، دو بازیکنو جا میذاره. خود سروش پاسش هم خوب بود، پاسش هم خوب بود. یه بار دیگه فرصت، یه موقعیت، توپ رو با بیرون پاش زد آذرباد. ضربه کرنر باز هم محسن آذرباد. این سر رو میزنن کمجون، تقریبا فضا داره برای حرکت. سعید صادقی کار آخرش خوب نبود، اما پرسپولیس فشار رو حفظ کرده. روی پای راست این ضربه رو میزنه، میخوره به مدافعین و کرنر. در ادواری بازیکن موثری هم بوده. توپ رو میفرستن بلند به روی دروازه. این ضربه سر تنبیه کرنر دادن، کرنر رو میفرسته بازیکنان مس بلند به روی دروازه. این سر به زیر توپ زده میشه و آزاری برای بیرو نداره. ترکمان رو هم در نیروی تازه نفس در سمت چپ اضافه کرده که خالیه و توپ میخواد این سمت. حالا میبیننش، توپ رو برای مهدی ترکمان میفرستن. خود ترکمان یه بازیکن از پیش رو بر میداره، پاس رو به عقبش، در اون شلوغی یه بغل پا و چه توپی گل نشد. چه فرصتی داشت مثل رفسنجان. ترکمان، خود ترکمان از تیر دو هم عبور میکنه و این توپی که حاصلی رو به همراه نداره. یه بار دیگه امید عالیشاه روی تیر دو، یه فرصت باز رو به بیرون و کرنر. علی نعمتی که به جای خودش در دفاع چپ با تعویض امیری برمیگرده و اینجا هم این شوتی که علیرضا بیرانوند هوشیاره و در چارچوب دروازه‌اش ضربه رو میگیره، میفرسته به روی دروازه، از همه عبور میکنه از اون سمت. حالا کریمزاده برمیگردونه توپ رو، مشت بیرانوند یه بار دیگه، خود بیرانوند و این توپی که به کجا رفت.
ادعای خطای هند و پنالتی دارن. کوپال ناظمی نقطه کرنر رو نشون میده، اینکه به دست خورده یا به صورت، نه به سینه‌اش خورد.